در ادامه تمرینات بداهه نوازی ساده، آموزش بداهه نوازی آوازهای ساده، توی این ویدیو با هم دیگه شوشتری میزنیم. آواز شوشتری با کوک می، لا، می، می. توی ویدیوی قبلی هم عرض کردم این ویدیوها مخصوص اون دسته از عزیزانی هست که ردیفای استاد صبا رو که اجرا کردن زدن، جلد 1 و 2، حالا یه جلد 1 و بخشی از 2 رو، و اینکه توی این ویدیوها سعیمون بر این هست که آوازا رو به صورت ساده اجرا کنیم که خودتون بتونین گسترشش بدین و اینکه به این چیزایی که حالا میگیم اضافه کنید یا کم کنید و بتونید بداهه نوازی ها رو شروع کنید. و اینکه توی همه ویدیو هم عرض کردم هیچ وقت هیچ گونه ادعای خدا نکرده پشت هیچ کدوم از این فیلم‌ها وجود نداره. سول دیز داریم و فای سوری، 2 تا سیم بالا، می هست، میشه سول فا می فا می فا می فا، سول فا می فا می فا می فا، روی فا با انگشت اشاره، سول فا می فا می فا می فا می فا می فا، سول لا، سول فا می فا می، سول فا می، سول فا می، سول فا، میشه فا می فا سول سول فا، سول فا می فا می فا می، فا سول لا سول لا فا لا سول فا لا سول فا لا سول فا لا سول، سی لا لا سول سول فا فا می فا، روی می سیم چهارم، می فا سول فا می سول فا می سول فا می سول فا، ره سول لا سول سول فا سول فا، سول فا سول فا می فا می فا می، سول لا سی سی ره دو سی لا سول، رو لا سی لا سی لا سی لا سی، آرشه رو هم قطع میکنیم، لا سی لا سی لا سی لا سی لا سی لا، ره دو دو سی لا سی لا سی لا سی، دوباره میگیم لا سی لا سی لا سی لا، ره دو دو سی لا سی لا سی لا سی، با سیم بالایی میتونیم دوبل بزنیم، ره دو دو سی ره دو دو سی ره دو، دو سی دو سی لا دو سی دو سی لا دو سی، چه سی لا سول لا سی لا سی، سی ها رو معطل، یه دونه دو دیز میره میره دوره دوره، ره دوره دو سی دو سی دو، میره میره دوره دیز دوره دوره، دو بعدی به کار، ره دوره دو سی دو سی دو، دو سی دو سی لا سی لا سی، می فا سول لا سی دو سی لا سی لا ره سی، می فا سول لا سی دو سی لا سی لا ره سی، فا سول لا سول فا سول لا سول لا بم لا بم همون سیم می، فا سول لا سول فا سول لا سول لا بم لا، میشه سی لا سول فا سول لا سول فا می فا، میشه سول فا می فا می فا می فا می سول فا لا سول فا می،
ری دو سی لا سی، سول فا می فا می فا می فا می فا سول می. همونجور که رو سیم سوم و چهارم داریم میزنیم میتونیم سیمای دوم و اول هم بکنیم. تقدیم به همه شما عزیزان.